سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان عزیز، پیش از همه خداوند قادر و یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش. از آن جمله برای بهترین بالاترین نعمتش ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم و یکی از بهترین نعمت‌هایی که ایمان برای ما سبب شد که قبول کنیم یا که از دین اسلام پیروی کنیم، این کتاب مقدس قرآن است که اینا در نزد ما قرار داره. رب العالمین التجا میکنیم، درخواست میکنیم، زاره و تولا میکنیم تا در دنیا تا وقت مرگ کتاب مقدس قرآن با ما باشه، در پهلوی ما باشه، زندگی ما قرآن باشه و از الله تعالی التجا دارم، شخصا درخواست دارم که در قبرم قرآن در پهلوی من باشد، یاور دوست من باشد در قبر و در روز قیامت هم از الله خواستی من، امیدی من، آرزوی من این است که شافع من باشد. از شکایت کردن قرآن در روز محشر به سوی پروردگار پناه می‌طلبم، زیرا قرآن از مسلمانی که به این اهمیت نمیده، به این عمل نمیکنه، ایرا خوانده نمیتونه یا از این دور است، در روز محشر، روز آخرت، روز پاداش، روز جزا شکایت میکنه. خب هموطنان عزیز و بیننده های گرامی، دو روز پیش یا شاید یک روز پیش بود، یک نفر شهروند عراق بوده است، یعنی زاده عراق و فعلا شهروند شویتسیا، در نزد یک مسجد کلانترین یک قرآن بگیم پاک، قرآن بسیار عظیم، بسیار مقدس که برای تمام مسلمان های روی دنیای عزیز است. هیچ مسلمان فکر نکنم که از قرآن شکایت داشته باشه، نعوذ بالله به قرآن نفرت داشته باشه. ما اگر در دنیا 9 میلیارد انسان قرار داشته باشیم یا زندگی کنیم، 9 میلیارد، قریب 2 میلیارد چه مسلمان ها تشکیل میکنند. یکم دینی که در دنیا پیروش بیشتره این خریستیان مسیحیان و دیوم این اسلام است که پیروی زیاد داره و طرفدار زیاد داره و این هم بازم قرآن است. سرچشمه تمام مسلمان ها این قرآن است و بزرگترین بازم میگم و بالاترین مقدسات در دنیا دو چیز است، یکی قرآن است، دیگری پیامبر. برای مسلمان نفری که خبیثش بگم یا شاید از قرآن بیزارش بگم، شاید مسلمان هم نباشه اصلا، به هر حال یک بدبخت به حق و با اجازت مقامات حفظ حقوق شویتسیا چنین عمل زشت را به خودش روا دید. در نزد مسجد در روز خرسندی مسلمان ها، یعنی روز عید قربان، چنین عمل را روا دید و پلیس مقامات با از اون دفاع کردن و حفاظتش کردن و در گرد اطرافش ایستادن که کسی با او اعتراض نکنه، کسی با او فشار نیارد و یک عمل بد و گفت اینو روا نبینه. و این عمل اینا آزادی بیان و این دموکراسی حساب کردن، اما چنین نیست. من این عمل محکوم میکنم، شدیداً محکوم میکنم، زیرا عمل این نفر با یک ملت، با یک دولت، با یک نفر وابسته نبود. اگر شما با یک نفر یک نگاهی بد دارین، غرضی بد دارین با یک نفر یا با یک ملت، با یک کشور، اما قرآن دا وقتی شما چنین تحقیر را میبینید یا که دست به سوزاندن قرآن میزنید، تحقیر با یک دولت، یک کشور، یک نفر نیست، و تمام کشورهای مسلمانی و تمام مسلمان ها است که این کار ناجایز است. به یگان کشور این کار اجازه داده نمیشه و نباید اجازه داده بشه.
چی شویتسیا باشه، چی اروپا باشه، چی امریکا باشه، چی افریقا باشه یا چی تاجیکستان باشه، هیچ کس، این چند باری تکرار کردیم این سخنکی، هیچ کس حق نداره، نه دموکراسی، نه آزادی، نه یگان چیز دیگر که با قرآن تحقیر شود، با پیامبر نازنین توهین شود یا با دین اسلام. هیچ کس این حق نداره. این پیام با کسی نباید باشه، پیام با یک کشور یا با یک نفر نباید باشه. شاید این بدبختا یا این نفرایی که میخوان با این کارشون پیام بتن، اما این جز نفرت، جز خشم غضبی با خودشون میخریدگی دیگه چیزی من نمیبینم. خوشبختانه این عمل کثافت شهروند شویتسیا رو بسیاری کشورها محکوم کردند، چه ایران، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، ترکیه، روسیه. حتی شما ببینید روسیه که فعلا در تحریم‌های اروپا قرار داره، چون این عمل محکوم کردن که بله این دموکراسی نبود، این فتنه‌دازی و دشمنی بین مردمان بود. روسیه محکومش کرد. اما میبینیم که در اینجا تاجیکستان ما و شما فرزندی فرزانه ملت، 500مین مسلمانی تمام جهان، حاجی چورکارتا قرآن با تاجیکی ترجمه میکردگی، مسجد کلان ساختگی و درکت نماز در 7 سال خوندگی، محترم امانوئل رحمان یا امام علی رحمان هیچ واکنش نشان نداد. شما ببینید وقتی که هر یک نفر باشه، هر یک نفر، یعنی انسانی که مسلمان خودش میگیره، میشه در عملایی که به شخصیت وابسته باشه یا که به یک کار دیگر وابسته باشه یا ربط داشته باشه خاموش بیستی. اما مسئله قرآن، مسئله ایمان یا مسئله بسیار نازک و حساس هستند. مسئله دین، این پیامبر وقتی پیش میاد، اینا دیگر جای چشم پوشی ندارن، بهانه یافتن، بهانه جستن نیست. اینجا حتما باید واکنش بکنی. اما این فرزند ملت گفتیم که در 10 سال خچه یک بار مسلمان میگیره، در 7 سال یک بار تورات میکنه. این همین نفر هست، این هم خیلی آدم است. ما هیچ امید نداریم، من شخصا از هیچ امید ندارم که واکنش بکن، زیرا عمل قرآن سوزی یکم بار نیست. یک چند ماه پیش یک بدبخت دیگر هم گویا سیاستمدار بوده است، اونم چونین عمل شوم در نزد سفارتخانه ترکیه در شویتسیا انجام داده بود. قرآن سوزانده بود. دیدین در عکس ببینین در گردش پلیس های با اتوبوس، حتی پلیس ها اومدن که کسی به این حرفی نگه، هیچ اعتراض نکنه، این آزادی بیان و دموکراسی گفتن. ما چنین پیشنهاد میکنم و این شیدک اگرچه درست بود نبود، این باید دیگران محکوم کنن یا که بگیم که تحلیلش کنن. در ترکیه پرچم شویتسیا را آتش زدن، شما ببینید، و این در جواب بود. اگر جواب نباشه، یک زمانی آرامی و یگان گفته شنید یا که بگیم نیزا نباشه بین دو کشور یا که هیچ کشوری، مثلا یا شویتسیا باشه یا آلمان باشه یا امریکا باشه، من برآمدم پرچم امریکا را مثلا یا همین شویتسیا را من آتش زدم، هیچ واکنش نمیشود از طرف کسی. میشود میگن در پشت این کار کی میسته، کدام کشور میسته، این چی کاره هست که حق دادی را پرچم یک کشور را در بته، مقدسات یک کشور را بگیم که زیر پا بگذاره که ناحرمتی کنه، یا اینکه سرقانون شد، سرقانونی مثلا شویتسیا را، یا که دیگر کشور باشه. همچنین مثال میارم، آتش بزنم من یا یک نفر دیگه فرق نداره، آتش بزنم یا اینکه در بالاش پا بگذارم، شما چی فکر میکنین؟ اعتراض، واکنش، جواب کسی نمیته برای من؟ حتما میته. در کدام کشوری نباشم حتما وزارت خارجه او کشور به این وزارت میبره، میگه ای چی گفته، ای چی کاره های، ای چی حق داره
ایرا دیگه آزادی نمیگن، ایرا دیگه دموکراسی نمیگن، ایرا میگن که این توهین تحقیر کرد. در حالی که نگاه کنید با کتاب قرآن اینمی کتاب قرآن ما بغیر از این دیگه هیچ نداریم. در این دنیا چیزی داریم نمیایه. ما یک چیز دیگر هم بگم برای تمام نفرایی که نفرت به این دارن، چی در اروپا چی در امریکا چی در تاجیکستان، شما بفهمید که تازگی را این یاد گرفتگین، تازگی را لباس تازه پوشیدن این قرآن یاد گرفتگین. شما حمام کردن بانیا کردن این قرآن یاد گرفتگین. شما ماهاش قطعی خصوصا کشورهای اروپا ماهاش قطعی شما بانیا نمیکردین. تاریختون رو نگاه کنین، او چند صد سال پیشه قفورا شما ناخون گرفتن تا اینمی قرآن یاد گرفتگین. اینمی قرآن دندان شستن تا شما اینمی قرآن یاد گرفتگین. شما امروز هم با این توهین میکنید، هم با پیغمبر خدا، کتابی که با او نازل شدگی حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. شما حق ندارین. چرا با قرآن نگاه کنید؟ کتاب خداست، سخنان خداست، سخن مخلوق نیست که شما یعنی یک قصاص بگیرین، انتقام تون بگیرین. شما با این سوزاندن قرآن چی پیام میتین؟ با کی پیام میتین؟ دنیا را وقتون دشمن کردن. مانند مکرون رئیس جمهور فرانسه سال 2020 ماه اکتبر یک معلم در جنوبی امون پاریژ یک کاریکاتور میکشه، یک صورت مولتیک باری میکشه، خنداوری اورم میگه که این پیامبر خداه. شما تصور میکنید که این یک مصیبت بزرگ در بالای تمام مسلمان هاست وقتی که پیامبر را تحقیر میکنن یا قرآن را میسوزانن. و جوان پیدا میشه که حقیقت داشت نداشت که همین کار همین شخصا کرده باشد و معلم به قتل میرسونه. یعنی جوابش میته. وقتی که با احساسات مسلمان بازی میکنین و جوابتون میگیرن با اعتراض میکنن که عمل تروریستی شد. او معلم آزادی بیان بود، معلم جغرافیا و تاریخ بود است، آزادی بیان است، بعد طلبه ها درس میداد است. این آزادی میگن، این دموکراسی گفتن، اما عمل این نفر را محکوم کردن و حتی او را کشتن. نگاه کنید با احساسات مسلمان ها وقتی بازی میکنین، این آزادی بیان نگین، این دموکراسی نگین. این غرض شخصی و نفرتی که دارین همه آزادی بیان نیست. من پیشتر مثال آوردم که من اگر سرقانون شما رو در بتم، پرچم شما رو در بالاش برام، آزادی بیانش بگم، شما قبولش میکنین؟ دموکراتیش بگم قبولش میکنین؟ نمیکنینش. حتی من باور دارم که همیش رئیس جمهورای همین کشورها را من حقارت کنم، تحقیر مذاق مسخرهشون کنم، این آزادی بیان نمیگن. اونا با بخشون گپ میآورن. اما سخن درباره این میرفت که تاجیکستان هیچ واکنش نکرد. همین حیران موندم من. اقلا وزارت خارجه تاجیکستان یک واکنش میکردین. او میگین که در بعضی گپامون که بعضی جاها ده که حکومتدارا اکثرش مسلمانن. وقتی که مسلمانی سرچشمه میگیره باز هم میگه قرآن. وقتی که با قرآن تو توهین شد، تحقیر شد، آواز نبرآمد، چی بده او مسلمانی تو؟ چی بده؟ نمازخونه در اینجا سر میشوه. اینمی امر میکنه، اینمی کتاب دانشته یکی نماز بخون، روزه بگی، طهارت بکن، صدقه بکن، مسجد برای اینمی دانشتگیه. اگر همین تأخیر میشوه اون نماز خوندن این چی معنی داره؟ حالا یک چیز دیگر هم میتونید بعضی کشورها میکنن اگر که خودتون میترسین وابسته این که دیگر کمک نمی اگر ما آوازمون رو ببریم ایو کشورها کمیته دین داریم اون کلی شوربخرک یا او که یا که بگوش او کنه کم کم بجا که خیدم خیلی حالتو یا کنه شروع علما داره یا فسش بگو
اونا پوشیکم مکرمه یک آواز باید ببرارین شرمنده این ای بچه در تاجیکستان اکو خیلی شرمنده این حساب نداره شرمندگیتون با ترازو بکشیش دیگه گرمش گم میکنه اما در جامعه جهان شما خلا کم کم باید که مسلمانیتونه بدونن که مردم و شرط نیست که رئیس جمهور یا که امیر قطر بیا بعد شما نماز بخونید بعد شما بگین ما مسلمانیم در خیلی حالت شما مسلمانیم یا که عالماش اینا بگین ملاها شما در این عمل یا که در این حالت باید شما یک ریاکس یک جواب بتین شما به حکومت نگاه نکنید این به حکومت شما هیچ ربط نداره شما مسلمان شما ای قرآن بسیار گپ میزنه نه هر یک گپ شما میبروه باید اما ای قرآن دلیل داشته باشه اگر دلیل نداشته باشه هیچ کار قبول نمیکنه وقتتونم شعارتون همین است که قرآن کتاب خدای و ایامی باید گپ زنید با امی باید عمل کنید زندگی باید با این باشه شما با مرده ها امروز کار گرفتید نفری که 2 سال پیش 3 سال پیش ای دنیا رفته شما با او جواب دادید که در حالی او وفات کرده مرده رفته نوارها برآمدیدین با مرده ها ملاهای تاجیکستان جواب دادستان اما زنده ای که تحقیر بته داره بته هم نه با مقدساتی تو اگر بته باشه خیلی صبر کنی پاداش پروردگار میته این دیگه گپ با مقدساتی تو که اینجا جای خاموشی نیست جای صبر نیست گناه های خاموشی هم گناه های صبر هم گناه های پنهان شویت هم گناه های افسوس میخورم که در دوشنبه میبینی این هم این روزا در بعد هوای گرم فستیوال یخماس آبهای تازه دوغاوه اونا با بانکای سالیانیش میگن سلطه چیه اونا محکم کاگی در تویستان اونا وارد فستیوال جشن گرفته استن پروا ندارن بعد ما یک گپ بسیار سخت میرسه در خیلی حالتا او میگم 97% بو میگم کو اینا 95 90 نمیوریم فقط هم 97 میبریم هم بری بالا 97% وقتی میگیم مسلمانیم راهپیمایی چی نمیکنیم در این خیلی حالتا اقلا شما میدونید در عراق راهپیمایی کردن این همین حالت ده و در گذشتهش هم در پاکستان و در ایران و در ترکیه و راهپیمایی میکنن میتینگ میکنن اعتراض میکنن با میدان میبراین شما چندین بار پیش یک نفری که او را ما شیطان میگیم خطان هم میدونید که دشمنی ملت دشمنی خدای به نام امامعلی رحمان راهپیمایی کردیم که چندین بار پیش دیون میتینگ کردیم که شما تأخیر نکنید ما را دوست میداریم شما قرآن دوست نمیدارین این کتاب شما دوست نمیدارین اگر دوستش میدارین چی بخپین چندین بار شد این بار اخیران بار نیست یا که بار یکم بار ما بگیم تمام خیلی خب کردیم گذشت رفت بازم میگم که او کشورها شاید یک هدف دارن یک پیام به یک نفر به یک کشور دارن اما این معنی او را نمیده که به دیگرها به اهمیتی کنی دیگرها را آدم حساب نکنی خب دیگر هر قدر سخن کنیم برای آدم بیناموس برای دشمن این سخنها هیچ تاثیر نداره زیرا اونا برنجلتی بیناموسی و بی‌آوری را در تنشان کشیدگی نمیگذاره این سخنهای ما در بدنهای و در مغز سرای اونا و کسکه آهنی دارن به هر حال عمل این بدبخت و در آینده هم هر کسی میکنه و در گذشته هم هر کسی توهین به پیامبر میکنه یا کرد یا به قرآن یا به مقدسات دینی مسلمان ها من اینا محکوم میکنم شدیداً محکوم میکنم هیچ رحم هیچ بگیم مرز ندارم در این مسئله من محکوم میکنم چون این عملای زشته که تحقیر بر مقدسات من حساب میخورن و ما تمام مسلمان ها شما هموطنان عزیز به خداوند یکتا میسپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته